روز سوم است که 1439 نفر داوطلبان آزمون جمهوری علم فروغ معرفت که در دور نوحوی غالب آمدند در بنای کتابخانه ولایتی به نام تاجخواجه اسیری مرکزی ولایت برای غالبیت در دور ولایتی این آزمون با نفوذ قوه ذهنی و عقلانی خود را به هیئت حکمان معرفی نمودند. اگر روزهای یکم و دوم خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی شکل نو با مانند لیسه، گیمنازی‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی پرزیدنتی، مکتب‌های خصوصی و مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی در آزمون اشتراک کرده باشند، پس امروز دانشجویان همه کاتگوری‌های تحصیلات و دیگر قشرهای جامعه غالبان دور دوم که به دور ولایتی رخ گرفتند شرکت ورزیدند. نامیناسیون اختراعکار و نوآور گیبریدی نوی گلی کارچکا گل را اختراع نموده اشتراک کرده سادیم. در دوامی کارم من اختراعکاری و نوآوری مشغول هستم. امیدوارم که یگان جای ارزنده میگیرم. توجه خوانندگان مؤسسه‌های تحصیلات میانی عمومی، دانشجویان و ساکنان کسب و کار گوناگون ولایت به این آزمون با نفوذ خود دلیل آن است که با توجه و غمخوری‌های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان پتانسیل ذهنی و عقلانی اهالی رو به افزایش دارد. برای هر یک نفر شرکت کننده این آزمون در معرفی دستاورد و استعداد خویش شرایط فراهم به میان آورده شده است. محض با تشبث و سرپرستی سرور دولت این آزمون جوینده و یابنده استعدادها اختراعکاران و نوآوران سال پنجم است که ذخیره ذهنی و عقلانی مملکت را پوره می‌نماید. امروز در آزمون در نامیناسی متمتیک اشتراک می‌نمایم. من می‌خواهم که دانش ملکه خود را نسبت به این فن بسنجم. سپاس به اندازه خود را به اساسدار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می‌رسانیم که برای ما جوانان چون این آزمون‌ها را در سطح جمهوری تشکیل نمودند که ما جوانان در این آزمون‌ها اشتراک نموده دانش ملکه خود را بسنجیم. همه آمادگی در سطح خوب است. من برای آن فن خیمه را انتخاب نمودم که با این فن شوق و رغبت خوب دارم و استعداد خود را در همین فن می‌بینم. آینده می‌خواهم که همچون آموزگار فن شیمی و بیولوژی به خلق و وطن خود شایسته خدمت نمایم. آزمون علم فروغ معرفت که با مقصد بین نوجوانان و جوانان و دیگر قشرهای جامعه تأمین رشد تفکری تکنیکی، ترغیب جهان بینی علمی، دستگیری اختراعکاری و نوآوری، پیوست علم با استحصالات، جلب هرچه بیشتر خوانندگان و دانشجویان و دیگر قشرهای جامعه به آموزش فنهای ریاضی دقیق و طبیعی که سالهای 2020-2040 اعلان کرده شده است برگزار گشته برای رشد تفکر ذهنی و عقلانی جامعه مساعدت خواهد کرد.